بسم الله الرحمن الرحیم. با مادر اینجا صحبت نکنیم؟ بله. درباره چی بیشتر؟ درباره همه چی. این صحبت‌هایی است که پیش امکان نداشت یا که نمیتونستین صحبت کنین یا که در عموم همون صحبت‌هایی که بود اینجا میکنین؟ با مادرم صحبت زیاد میکردیم، لیکن مثلا آنچه که بعدی سریع با ما با وقوع پیوست این چیز کاملا فرق کننده است از حالت‌های دیگر و شما میایید کمک صحبت میکنین، کمک اندیشه‌هاتون رو بیان میکنین، کمک گریه میکنین، کمک سبکتر میشین و گویا که او شما رو میشنود و پنجه‌هاش احساس میکنین به روتون. خب نمیدونم همون سخن‌های تسکین بخش احساس میکنین. خب نمیدونم برای در خواب چی؟ در خواب خیلی کم دیده بودم، خیلی کم. و آخرین بار این وقتی بود که چند وقت پیشتر و حتی در فیسبوک هم در این برو نوشته بودم، وقتی که خیلی چشمای ما در میکرد چند وقت و من به نزد دکتر این روز میرم، پگاه میرم، فردا میرم، نرفته بودم و صبح ساعت 4 تخمینا هم خیلی بود که خواب میبینم. من روشن نمیبینم که مادرم است، لیکن تخمین میکنم میگم مادرم است، همین احساس هست که مادرم است و همون ظرفای داروی چشم مای دهک است خورده و حس میکنم که در چشمای من دارو میکنم و با ترس بیدار میشم. ساعت 4 سحر بود و یک چیزی هم در فیسبوک همین رو نوشته بودم که مثلا مادرم شاید حس میکرد که این چیزی بسیار مهم است، باید حتما پیش دکتر رفتم، اما من برای که کار بسیار بود و کار زیادتر بود وقت نمیافتم که حتی تو نزد دکتر بروم و ببینید که روشون هرچند که ندیدم، لیکن حس کردم و خودم میگفتم که این مادرم است، اوچم است، دستای اوچم است.